اصلا نمیدونم میشه کاری کرد یا نه. میگم پول زور از مردم میگیرید بدتون میاد. ببین با کراتین چه بلایی سر موهاش آوردن. ببینید هیچ بنده خدا رنگ و لایت کرده، رفته براش مواد صافی گذاشتن. ببینید چی شده. به نظرتون اصلا میتونیم گره های این مو رو باز کنیم؟ تا کجا باید کوتاه کنه؟ ما سعی کردیم گره های مو رو باز کنیم، تازه بریم درمانمون رو شروع کنیم. یعنی فرقی نمیکنه چون پایین مو رو بگیریم چه این بالا رو بالای مویی رو بگیریم، همینه. نگاه تمامش همینه. همین که گرهش رو باز کردن به من ایمان بیارید. این موهاشه شستیم و میخوایم خوش کنیم. فقط میخوام بگم از مو آب میاد، خب یعنی مو خیسه، دیدید کاملا. میخوام براتون تست کیسانی بگم. اینم که تارو برمیدارم، تارو نازک میکنم که نگید ترکاشفند تار زخیم برداشت. صداشو بشنو، جون میده به آدم. این قسمت موهاش جلوی موهاشه، یعنی آسیب دیده ترین قسمت مو. نگاه کن دیگه از این تار نازکتر نداریم که. جلسه اول درمانشون فقط بهشون این قول رو دادیم که گرهشون رو باز کنیم، یه مقدار موهاشون رو نرم کنیم و دیگه نذاریم موهاشون پودر بشه و بریزه تا انشالله جلسه بعدی درمانشون.